اولین بار قرآن رو میخوند میفته به یاد میاره که الله چطور مستقیما با اون سخن میگفت و چه احساس زیبا و روحانی رو به قلبش هدیه میکرد. میدونم چه حس زیباییه. وقتی که شروع کردم به قرآن خوندن، خب میدونین من آدم خیلی قوی هستم و خیلی کم گریه میکنم و در مقابل همه سختی ها همیشه سعی میکنم بقیه رو دلداری بدم و قوی باشم. حتما باید موضوع خیلی بزرگی باشه که منو به گریه بندازه. وقتی که قرآن خوندن رو شروع کردم و به الله سبحانه و تعالی نزدیکتر شدم، تونستم بهتر و بیشتر از گذشته به مردم و اطرافیانم کمک کنم. با تمام وجود حس کردم که من متعلق به الله هم هنوزم همین حس رو دارم، این که من بنده الله هم و با تمام وجودم حس می کنم. ممکنه ما قوی باشیم اما بدون همراهی و پشتیبانی الله هیچی نیستیم و این زیباترین حسیه که توی عمرم تجربه کردم. زیبایی این احساس منو اینجوری به گریه انداخته. وقتی به این فکر می کنم که الله سرور و صاحب منه و من در مقابل اون و رحمتش هیچی نیستم، میبینم که بدون اسلام زندگی من هیچ معنی و مفهومی نداره و من قبل از اسلام واقعا هیچی نبودم، ولی الان خیلی خوشحالم. سبحان الله. گاهی وقتی در کنار افرادی که به این شکل به اسلام روی آوردن قرار میگیرم، با تمام وجود حس میکنم که بیشتر ما مسلمان‌ها چقدر در وظایفمون نسبت به اسلام کوتاهی میکنیم. که ما برای خدمت به اسلام چی کار کردیم؟ سبحان الله. یه دختر 24 ساله وقتی به یاد میاره که چطور به اسلام روی آورده و الله چطور راهنماییش کرده، میدونه که الله عزوجل روشنترین نور رحمت الهیشو به قلب و زندگی اون تابونده. این همون نوریه که هر روز به زندگی همه ما مسلمان‌ها تابیده میشه. پس چرا قدر نمیدونیم؟ جوابمون به پیامبرمون چیه؟ وقتی ما این دین رو حتی از مرزهای کشورهای مسلمان بیرون نبردیم، پس کی میخوایم کاری کنیم که اسلام به همه قسمتهای جهان برسه و گسترش پیدا کنه؟ به الله قسم که ما همه مسئولیم.